لابد از اونایی هستی که فکر میکنن هرچی عضله بیشتر و گنده‌تر جذابیتت هم برای دخترها بیشتر میشه. دیگه خودت بهتر میدونی دیگه. معمولا هر کس که بخواد به خودش برسه و به چشم بقیه جذاب به نظر بیاد، اول از همه چیز میره سراغ ظاهرش و سعی میکنه با تغییرات فیزیکی خوش‌تیپ‌تر و خوشگل‌تر بشه. اصلا واسه همینم بیشتر مردا و پسرای دوره خودشونو میبندن به باشگاه و وزنه، هر روز یه عالمه تخم مرغ و سیب زمینی میخورن و میخوان که با پودر و مکمل گنده‌تر بشن. حالا ببین، خیلی از بدنسازا هم اعتراف کردن که یکی از دلایل اصلی باشگاه رفتنشون غیر از سلامتی و ورزش تحت تاثیر قرار دادن دخترا بوده. بالاخره ما همیشه شنیدیم دیگه، هرچی بزرگتر باشی، عضلات بیشتری داشته باشی، دخترای بیشتری هم میان سراغتون دیگه، مگه نه؟ ولی خب متاسفانه باید بهت بگم این حرفا بیشترش توهمه و اصلا پایه و اساس درستی نداره. کلی تحقیق و بررسی توی این زمینه انجام شده و تهش همه به این نتیجه رسیدن که بیشتر خانوما اتفاقا از اونایی که بدنشون مثل حال که خوششون نمیاد. حالا لاغر استخونی هم حال نمیکنن. حالا جالب اینجاست از اون ور اکثر بدنسازایی که تایم زیادی رو روی این ورزش گذاشتن و نتیجه گرفتن اعتراف کردن بیشترین تعریفی که شنیدن از غذا از طرف مردای دیگه بوده و نه خانوما. توی تحقیقی از 423 تا خانم خواستن مردا رو بر اساس جذابیت 4 نوع بدن لاغر، ورزشکاری، عضلانی و بسیار عضلانی رتبه بندی کنن. نتیجهش این بود که 51% از شرکت کننده ها اندام ورزشکاری رو ترجیح دادن، 43% اندام عضلانی رو ترجیح دادن و 2 گروه لاغر و بسیار عضلانی تقریبا هیچ رأی نیاوردن. بهترین نمونه‌ای که میشه برای بدن ورزشکاری مثال زد فوتبالیستا هستن، چون هیکلشون نه خیلی گنده است نه خیلی لاغرن. یه بدن ماهیچه‌ای سالم و نچرال. این قضیه شاید واسه خیلی از مردا عجیب باشه، چون اکثر اونایی که سفت و سخت میچسبن به باشگاه ته دلشون میخوان شبیه آرنولد بشن و تا جایی که جا داره خودشون همچین پت و پن کنن. اما خب حالا دیگه میدونیم اگه هدف جذب جنس مخالفه که خانم‌ها بیشتر از بدنهای سالم، قوی و کاملا طبیعی خوششون میاد، نه این چیز شبیه هادی چوپان. توی تحقیق دیگه هم از 1000 نفر خواستن از بین این عکس‌ها بدن مورد علاقه‌شون رو انتخاب بکنن. احتمالاً الان دیگه نتیجه اینم میتونید بگید. تقریباً 72% از خانوما این عکسی که می‌بینید رو انتخاب کردن و هرچی از این گنده تر بود گفتن زیادی عضلانیه، هرچی کوچیک‌تر بود گفتن خیلی ریغوه. محققای دانشگاه کالیفرنیا هم اتفاقاً چند سال پیش روی این موضوع تحقیقی انجام دادن و به این نتیجه رسیدن که بدن ورزشکاری با اختلاف جذاب‌ترین هیکله و بدنهای خیلی لاغر یا خیلی عضلانی اصلاً باهاش قابل مقایسه نیستن. سوالی که این وسط پیش میاد اینه که اصلا چرا بیشتر دخترها از مردای گنده خوششون نمیاد؟ برای این موضوع دلایل مختلفی آورده شده. مثلا خیلی‌هاشون گفتن مردایی که بدنهای به شدت عضلانی و غول‌پیکری دارن احتمالاً یا زیادی روی ظاهرشون حساسن یا میخوان با گنده کردن خودشون اعتماد به نفس پایینشون رو مخفی کنن. بعضی هم گفتن این دسته از آدما کلا خیلی خشن به نظر میرسن و اصلا حس خوبی به آدم نمیدن. البته ناگفته نمونه که یه بخشی از این باوری که مردا باید گنده باشن ریشه در زمانهای قدیم داره. اون موقع مردا برای زنده موندن و بقا مجبور بودن شکار کنن، قلمروی خودشونو بسازن و از خانواده‌شون محافظت کنن. برای همین داشتن یه جثه بزرگ که نشون دهنده قدرت بیشتره برای زنها اهمیت بیشتری داشت. اما خب الان کلی از اون دوران گذشته و طبیعتا نیازهای زنها و چیزایی که براشون جذابه هم به تبعش عوض شده. الان دیگه یه بدن خیلی بزرگ اونقدرام آپشن خفنی به حساب نمیاد. اصلا جدیداً فهمیدم ویژگی خیلی مردونه یا به قول معروف مسکولین دیگه مثل قبل برای دخترها جذابیت نداره و سلیقه‌ها به کل داره عوض میشه. البته این خودش بحث مفصله که توی ویدیوی دیگه کامل بازش خواهم کرد. با همین صحبت‌ها شاید پیش خودت بگی بس چرا این گولاخ مولاخا میتونن با دخترها ارتباط بهتری برقرار کنن؟ باید خدمت درس کنم که تقریبا تمام کسایی که میرن سراغ بدنسازی به همون نسبت اعتماد به نفسشون میره بالا و به واسطه همین اعتماد به نفس و نه اون اندام خاص میتونن افراد بهتری رو تور کنن. یه نکته مهمی که باید بهش توجه کنید اینه که برای خانوما معمولا ویژگی‌های ظاهری اولویت اول نیست و اونقدری که آقایون به خوشگلی و ظاهر طرف مقابل اهمیت میدن، این قضیه برای خانوما موضوعیت نداره و بارها و بارها هم از نظر علمی ثابت شده. برای خانوما ویژگی‌های اخلاقی مثل صداقت، احترام، اعتماد به نفس، بلوغ احساسی و اینجور چیزها با اختلاف اهمیت بیشتری دارن و اصلا همین چیزاست که باعث میشه یه رابطه دووم بیاره و ادامه پیدا کنه. اگه یه مرد از نظر شخصیتی این ویژگی اصلی رو نداشته باشه، اصلا مهم نیست چه بدن و ریخت و قیافه و مدل مو و قد و قواره و هیکلی داره، تو رابطش به هیچ جا نمیرسه و شکست میخوره. با اینکه ورزش کردن و رسیدن به ظاهر و سلامتی از مهمترین کارهاییه که همه باید انجام بدن، اما اگه هدفتون رسیدن به یه رابطه عاطفی خوبه، ساختن اون ویژگی اخلاقی که گفتم اولویت بالاتری دارن.
احتمالا شما بین اطرافیانتون تو دانشگاه و سر کار و بین فک و فامیل و این ور اون ور اینا دیدید یه آدمی که خیلی جذاب به همه چی تمومه تهش با یه کسی که از دید بقیه ظاهر بسیار معمولی داشته وارد رابطه شده. همه هم تعجب کردن که چطور این اتفاق افتاده. این همون کاریه که اعتماد به نفس و احساس لیاقت میتونه انجام بده. در آخر میخوام یه مصاحبه باحال از سال 1967 توی ایرلند نشونتون بدم. توی این ویدیو از چند تا خانم میپرسن که یه مرد جذاب از نظر شما چه ویژگیهایی داره. هر کدومشون یه نظر متفاوتی میدن، اما بعضی چیزا هم هست که بین حرفاشون مشترکه و مربوط به ویژگی‌های شخصیتی میشن. What do you look for in a man physically? Well, I like a man to be bigger than me and to be have a strong character. Somebody who has a stronger character than I have. Does he have to be a man with great big muscles and No. great big thighs and legs? No. I don't like a man who's is too preoccupied with his own masculinity. What about skinny fellas? Skinny fellas are okay, depending on their character. Well, I'm very attracted to men who are able to sing and play music, interested in music and singing. Do they have to be physically big men? Oh, no, not necessarily. No, I like the people who are slim and trim. What do you look for in a man when you want to find him attractive? Well, I like a well-proportioned man, around 6 foot in height and not too lean and not too fat. Does he have to be a fella with a lot of muscle? Oh no, I find those muscular men rather revolting to look at. You know, these fellows all muscles, no. What do you look for then in a man? Well, Carl, I don't go out with a specific idea in mind, but I do find that I think certain people are attractive, and they're usually fairly slim and athletic type people. I like him to be taller than me, not too heavy. What about muscles? No, muscles be inclined to put me off too much. What physical attributes do you admire in a man? Well, personally, I don't really go for the physical point of view at all. I would prefer personality. But I would prefer a man to be, well, anything from 5'10" to 6 foot, not very muscly. Well, when I first see a man, first of all, I like to see what kind of personality he has. His physical attraction isn't that much to me. But there must be some sort of physical build that you prefer to another yes, sort of physical. Medium height, not too fat, not too well built, not too muscly. Well, a tall, very, very, well, broad man, I would say, appeals to me very much. He has to be taller than you. Yeah, oh, a good bit taller. Does he have to be athletic? No, not really. Well, I like sort of a man's man, you know, I don't like anybody very, very vain. Well, I don't like them too fat or muscular. I think it looks a bit vulgar and overfed. I like them thin and sort of well built, not too small, a bit like you. پند اخلاقی امروزتون اینه که فلسفه وجودیتون رو حول ظاهر و هیکل نچینید و به جای این کارا برید یکم روی اخلاقتون کار کنید.